و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی که میخوای بدید با تخیل. در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی، هر وقت دلت بخواد، هر جوابی از جانب او میتونی به خودت بدی. فقط معناش این نیست که آدم خودخواه، خودپسند، خودشیفتگی داره، دیگران رو قبول نداره، هیچ کدوم اینا نیست. همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تره. من به نظرم من خودم در تنهایی آدم بهتر میدونم که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم.